امنیت در شمار نعمت‌های درجه اول پروردگار است. عزیزان من، امنیت به همان اندازه که مهم است، به همان اندازه آماج دشمنی دشمنان هم هست. دشمنان شیطان صفت بین المللی ما، یعنی نظام سلطه و سردمداران نظام سلطه و شیطان بزرگ آمریکا و دنباله هاش، از روز اول پیروزی این ملت در صدد برآمدن امنیت رو از این کشور سلب کنند. یکی از مشکلات اساسی ما در طول این 38 سال حفظ امنیت بوده است. شما ملاحظه کنید وقاحت سران نظام سلطه رو در همین قضیه مذاکرات هسته‌ای و قرارداد هسته‌ای موسوم به برجام هر روز یک شرارتی از خودشون نشان میدن. صحت فرمایش امام رو که فرمود آمریکا شیطان بزرگه. امروز رژیم ایالات متحده آمریکا علی رغم همه قرارها، همه تعهدها، همه بحث‌های فراوانی که انجام گرفته است، برخورد او با این مذاکرات و با نتیجه مذاکرات یه برخورد کاملا ظالمانه، کاملا قلدرمآبانه، کاملا زورگویانه است. این رو بدانند در قضیه برجام هر حرکت غلط نظام سلطه با عکس‌العمل جمهوری اسلامی رو خواهد شد و مواجه خواهد شد. مسئولین باید به سردمداران رژیم فاسد ایالات متحده آمریکا اثبات کنند که به مردم خودشون متکی‌اند و این مردم یک ملت مقتدر رو تشکیل دادن. باید اثبات کنند که ملت ایران زیر بار زور نمیره. دشمن باید این رو احساس کند و بداند که زورگویی و قلدرمآبی هر جای دیگر جواب بدهد، در جمهوری اسلامی ایران جواب نخواهد داد.